با درود 23 به شما حقیقت جویان، به نام خدای واقعی طراح، آفریدگار و مدیر جهان هستی. برای شناخت ادیان ابراهیمی از جمله اسلام باید اول با تورات، زیربنای این ادیان، آشنا شد. اینو در هر برنامه تکرار میکنم تا یادمون نره. در افشاگری قبلی به صورت انکارناپذیر، آن هم با استناد از خود تورات، ثابت کردم که ابراهیم هم مثل یهوه یا همان الله، آدم، حوا، هابیل، قائن، نوح و غیره وجود خارجی نداشت و فقط یکی از قهرمانان داستانهای تورات بود. یادتان باشد اشاره کردم که حالت روانی داستان نویس تورات متعادل نبوده. در داستان نویسی گاهی نبوغ نشان میداد و گاهی جنون، که وقتی در حال نوشتن تورات دچار جنون ادواری میشد، خودش را بارها و بارها لو داده، چون نابغه بود، ولی وقتی دچار جنون ادواری میشد خودش رو لو میداد، اشتباهاتی میکرد که الان مچشو گرفتیم و میدونیم که این کلام خدا نیست، به موسی هم دیکته نشده است. و این بیپایه بودن و نامقدس بودن نوشته هایش را خودش ثابت میکنه. حال میخواهم با دلیل و مدرک مستند غیر قابل انکار از خود تورات ثابت کنم که چه کلاه بزرگی بر سر مؤمنین به هر یک از ادیان ابراهیمی و همچنین بر سر پدران و مادرانشون و نسل‌های پیشین آنان به ویژه مسلمانان رفته است که تورات کتاب دینشان را مقدس و کلام الله خیالی نازل شده بر رسول الله خیالی، یعنی موسی خیالی می‌دانند، در صورتی که موسی وجود نداشت و اللهی وجود نداشت. خدای واقعی یه چیزیست، یه مرد نشسته بر تخت روان در آسمان هفتم بر دوش 8 فرشته هم یه چیزی دیگه است. و ثابت میکنم که لاوی دینساز یعنی نویسنده تورات یک بیزینسمن دینی دروغگوی مردم فریب بیش نبوده است. لطفاً خوب چشم و گوشتون رو باز کنید. در آیه 2 به بعد سوره 12 پیدایش، اولین کتاب تورات، ابراهیم 75 ساله حران رو ترک کرد و پس از توقف‌هایی، چون هر کسی که از یه شهر به یه مملکت دیگه میره مثل مصر، خب منزل به منزل اون موقع میرفتن، راه میرفتن، حالا با هر وسیله، خری، اسبی، کجاوه‌ای، ولی بعد از مدتی برای رفع خستگی در منزلی پیاده میشدن، استراحت میکردن، شب میخوابیدن، روز پا میشدن، دوباره راه میافتادن. گاهی 1 سال طول میکشید، گاهی نزدیکتر بود چند ماه، گاهی 1 هفته، گاهی چند روز. پس ابراهیم به موجب تورات وقتی حران را ترک کرد 75 ساله بود. آیش هم که خوندم. پس از توقف‌هایی بالاخره به جنوب کنعان کوچ کرد، ولی در آن سرزمین قحطی بود و او به مصر رفت. اون دفعه هم گفتم خدا گفته بود برو به کنعان، اونجا شیر و عسل جاریش در رودخونه‌اش. این اومد دید قحطیه، بدون اجازه خدا هم سرش انداخت پایین، زنش هم برداشت رفت اونجا. پس از خروج از حران و بعد از آن همه مسافرت از یه شهر تا مصر رفتن، من نمیدونم فاصله چقدر بوده دقیقاً، ولی زمان میبره، و اقامت در اینجا و آنجا و رسیدن به کنعان که قحطی بود تا تصمیم به مصر رفتن و گرفتن
قاعدتا بایستی چند سال به سن ابراهیم خیالی و سارای خیالی، چون وجود خارجی که نداشتن، اینا قهرمانان داستان بودن، ولی مطابق تورات باید به سنشون اضافه میشد دیگه، 75 میشد، 77، 76، 75، 6 ماه بیشتر. ولی فرض میکنیم زمان در این مدت از حران تا مصر وایستاده بود برای اینا. همون 75 ساله بود ابراهیم. ببینیم زنش چند ساله بود. پس وقتی ابراهیم به مصر رسید هنوز 75 ساله بود. این میخ تابوتی است که من میزنم به تورات، ریشه تمام کتاب‌های مقدس، به اصطلاح مقدس، و این پایه رو فرو میکشم امشب، بقیه باید فرو بریزن. حالا این بستگی به شما داره که معتقد و مؤمن به یکی از این ادیان هست. حال ببینیم فاصله سنی ابراهیم و سارای چقدر بوده. حتما این ملکه زیبایی 17-18 ساله بوده و زیباترین زن دنیا، با اون همه کنیزان زیبا و زنان زیبا که در مصر بودن یا برای فرعون از تمام دنیا میفرستادن، زیباترین ها رو، حداقل از امپراتوری خودش. این ملکه زیبایی جوان باید دیگه فوق زیبا باشه که دل از فرعون ببره و این همه هدایا به ابراهیم بده تا این زن رو به دست بیاره. ببینیم فاصله سنش با ابراهیم چقدر بوده که این در اوج جوانی و زیبایی بوده و ابراهیم هم که به موجب تورات 75 سالش. می رویم سراغ سوره 17 کتاب پیدایش، جلد اول تورات. از خودم که نمیگم، از تورات میگم. در آیه 15 سوره 17 نویسنده دروغگو و فراموشکار تورات که دائما در حال تغییر نام قهرمانان داستانهای خیالی خودم می باشد، قبلا هم گفتم اسم ایلو تبدیل کرد به یهوه، یهوه بعدا تبدیل شد به الله بین اعراب که الاله توضیحشو دادم. حالا اسم سارای رو تغییر میده. از قول الله خیالی می نویسد الله همچنین به ابراهیم فرمود اما در خصوص سارای زن تو بعد از این دیگر او را سارای نخوان، نام او ساره است، یعنی شاهزاده. حال برویم به آیه 17 سوره 17 پیدایش. یادداشت بکنین لطفاً، خودتونم مراجعه بکنین. آیه 17 سوره 17 پیدایش، اولین کتاب تورات. تا اختلاف سن ساره با ابراهیم رو معلوم بشه. سارای تبدیل شد به ساره در آیه 17. ببینیم چی میگه. در این آیه می نویسد آنگاه، البته داستانها رو ادامه میده و فلان در رابطه با موضوع دیگه میاد، میگه که ولی مچ شما از اینجا میگیریم میاییم بیرون. میگه آنگاه خدا اومده با ابراهیم حرف زده، با ابراهیمی که با خواهرش خوابیده و بعد تحویل فرعون میخواد بده و نمیدونم هدایا بگیره و گرفته داده اینا، ولی در یه جای دیگه یادش رفته که چی نوشته. آنگاه ابراهیم سجده کرد و خندید. به کی خندید؟ به خدا خندید، به خودش خندید، به حرفی که خدا زده خندید و در دل خود گفت آیا، درست توجه کن مؤمن و مؤمنه، قرن 21 بیدار شو، منابع در دستته، نگه نیست من میگم بهت، آیه و سوره رو میگم، حواست دقیقاً متوجه این آیه بشه. آیه 17 سوره 17 کتاب پیدایش جلد اول تورات. آیا برای ابراهیم میگه اینو، آیا برای مرد 100 ساله پسری متولد شود؟ چون این
زنش کنیز مصریش هاجر رو در اختیار این گذاشته بود که اسماعیل به دنیا بیاره. البته این هم داستانه. حالا خدا وعده دادی که به خودت از زنت یه پسر میدیم، اسحاق. ابراهیم هم میخنده، میگه آیا مرد 100 ساله پسری متولد شود؟ برای مرد 100 ساله، آخ 100 ساله، بعد 100 ساله خیلی پیر بوده. اعتراف خود تورات در زمانی که جنون ادواره بهش دست داده و نمیفهمیده چی مینویسه، و الا سنها 930 سال و 777 سال و نمیدونم 950 سال و این چیزا بود دیگه. ولی ابراهیم میخنده که به مرد 100 ساله یعنی پیر فرتوت پسری متولد شود و ساره در 90 سالگی بزاید. مؤمنین مؤمنات، والله شورم خوب چیزیه این، والله که میگم همون الاله منه ها، اشاره به خدای واقعیه، نه الله مسلمان ها یا یهوای یهودی ها. بابا این 4 تا معیار قوی رو خدای واقعی به شما داده: شعور متوسط انسانی، عقل، منطق، علم، دانش، ریاضیات هم جز اونه، 2 تا 4 تا. میگه خودش میخنده که 100 ساله پیر فرتوته، زنم هم 90 سالشه سارا. من حالا پسری به دنیا بیاد برام، ولی داستان نویس خیلی راحت میتونه پسر بیاره، 10 تا بیاره، پسر خدا بیاد با پسران خدا بیاد با دختران انسان ها ازدواج بکنین. قبلا گفتم دیگه، اینا رو به ترتیب بخونین، همه اینا رو گفتم. پس من نمیگویم، بلکه خود داستان نویس خیال پرداز دروغگوی مردم فریب اعتراف میکند که اختلاف سن ابراهیم و ساره 10 سال بود، اون 100 ساله اون 90 ساله. پس وقتی که حران و ترکت 75 سالش بود، حالا ببینیم سارا چند ساله میشه. تصورشو بکنید در زمان فراعنه بدون انواع و اقسام کرم ها و ماسک ها و بوتاکس ها و نمیدونم شما خانم ها بهتر میدونید، لایف ساکشن ها و فلان که اصطلاحاتشو من بلد نیستم، و مراقبت کردن از پوست و اینا. دیدین گوگو شد چیکار کرد دیگه؟ بعد از ایران اومد بیرون بعد از 10-15 سال، چی بود الان؟ چی کارش کردن؟ خیلی خوب. اون موقع که این وسایل نبود، این زن 65 ساله حداقل، و الا از حران تا مصر ممکنه 1-2 سالم طول کشیده یا 1-2 ماه، من نمیدونم. تصورشو بکنید در زمان فراعنه بدون انواع اقسام کرم ها و ماسک های مراقبت کننده از پوست صورت و جراحی های پلاستیک پیشرفته امروزه، یک پیرزن 65 ساله چگونه در آن سن میتوانست ملکه زیبایی جهان باشد که همه، حتی فرعون، با آن مقام بالا و پرهیزکاریش و با داشتن آن همه زنان و کنیزان جوان و زیبا، با دیدن یک پیرزن 65 ساله دل از دست بدهد. پس جنون و فراموشکاری نویسنده تورات گاهی دستگل به آب داده و نه تنها خیال بودن و به ویژه نامقدس بودن تورات را به اثبات میرساند، بلکه به تبع آن کپی های این داستان ها به قول انیشتن بچگانه، یعنی قصص قرآن را هم ثابت میکنه که بی‌پایه است. چون حضرت محمد از اونجا برداشته اینجا قلمبه یک سوره کامل گذاشته، سوره یوسف، سوره نمیدونم ابراهیم، سوره این اون، همش از تورات دیگه، مطابقت میکنه این داستان ها. تا درود 23 پنجشنبه شب، یعنی فردا شب، 1 دسامبر استرالیا، چون در آمریکا اینا یه روز عقبن، ساعت 8 شب به وقت سیدنی به شما عزیزان به درود گفته و گیلاس شرابمو میبینین. لباس مرتبم نپوشیدم چون امشب مهمون دارم
اومدم فقط برنامه رو اجرا بکنم، برگردم گیلاس شرابمو نیاوردم بیارم. به سلامتی شما حقیقت جویان و تمام حقیقت جویان سراسر دنیا می نوشم. شبتون بخیر.